علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیکم. و اما در رابطه با حکم جشن گرفتن سال نو از نگاه شریعت و دین الله سبحانه و تعالی بدون شک جایز نیست. الله سبحانه و تعالی میفرماید که والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. چون که بعضی از علما در رابطه با این آیات ذکر میکنن که این همون اعیاد کفار است و از صفات مؤمنان است که در چنین عیدهای کفار شرکت نمیکنند، در چنین مراسم ها و محفل های مشرکین شرکت نمیکنند، بلکه وقتی که از همچین جایها گذشتن و اذا مروا باللغو مروا کراما، از جاهای لعب و لعب و از جاهای چیزهای بیهوده وقتی که میگذرن با یک عزت از اونجا میگذرن، اجازت نمیدهند برای چشم و گوشم که او را بشنود و تماشا کند و چی رسد در اوجا شرکت کردن. بارک الله فیک. و در حدیث ذکر می شود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من تشبه بقوم فهو منهم. هر کسی که اگر خود را با یک قوم مشابه کرد او از همونها هست. و این حدیث وعید خیلی عظیم و بزرگ است در رابطه با کسانی که جشن سال نو یا که نوروزی است که مانند همین از جشنهای و محفلهای کفار و مشرکین جشن میگیرند. این وعید خیلی سخت است و علما در رابطه با این حدیث بیان کرده هستند که کسی که اگر خود را با آن شعائر کفری از کفار و از مشرکین مشابه کرد از جمله همونها می شود و از ملت اسلام خارج می شود. بارک الله فیک. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. یعنی گرفتن جشن سال نو از نگاه شریعت هم یک چیزی نوآوری است. حتی گرفتن همین سال میلاد، یک نفر میلاد خودش را یا که میلاد پدرش را یا که میلاد کسی دیگر را، حتی همین جشن گرفتن همین از نگاه شریعت هم چی است؟ یک امری از نگاه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم یک امری بدعت و نوآوری است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که یک چیزی را به وجود بیاورد که در امر ما در دین ما نباشد او مردود است. یا اینکه من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی عمل را انجام بدهد که او عمل یعنی که ما انجام لگی نباشیم و او امر ما نباشد پس او مردود است، پس او مردود است و قبول نیست. از این خاطر حدیث اول من احدث فی امرنا رد است بر کسانی که یک امری بدعت را به وجود می آورند، یک امری بدعت را به وجود می آورند. و حدیث دوم این رد است بر کسانی که همون عمل بدعت را انجام داده ایستادند. یعنی شاید یک مبتدع یک بدعت گذار بگوید که ما این کار تشکیل نکردیم، اینها را فلانی کردگی است، فلانی ها اینا به وجود آوردگی هستند و فقط این را انجام میدهیم. پس حدیث اول من احدث فی امرنا رد است بر کسانی که همون امر بدعت اصلا وجود نداشته که به وجودش آورده و دیگرها از او دنبال میکن و عمل میکن. و حدیث دومی ردی به اونها است که همه عمل بدعت انجام میدهند. و کل بدعت ضلاله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند تمام بدعت این ضلالت و گمراهی است و کل ضلالت فی النار. و همه ضلالت و گمراهی سرانجام و عاقبتش این آتش جهنم است. از این خاطر جایز نیست برای یک مسلمان و یک زن مسلمان اینکه در عیدهای کفار و مشرکین شرکت بکنند و جایز نیست برای یک نفری که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه و ادعای عظیمی که من مسلمان هستم و نماز میخواند، جایز نیست برای اون که شرکت در عیدهای کفار و مشرکین بکند و یا اینکه در این روزهای عیدها اونها را تبریک بکند و یا اینکه در محفلهای اونها بنشیند و یا اینکه در این روزها تغییرات بیاورد در روز عادتی که داشته. مثلا نفر روزی عادت داشت که چیزی نمی‌کرد ولیکن در این روز به خصوصیت این روز به خاطر این روز چیکار میکند؟ یک طعامی میکند و یا اینکه روز در روزش تغییرات میآورد. این جایز نیست. حتی بعضی از علما بیان کرده هستند که اگر شخصی اگر به خاطر تعظیم امیر روز باشد انسان از اسلام خارج میشود. تعظیم و بزرگ داشت امیر روز باشد از اسلام خارج میشود. به این خاطر مسئله عادی نیست، مسئله این ولا و البراء است، مسئله ایمان است. باید که به جوانان رسانده بشود که از الله عز و جل بترسند و به خاطر یک چند
دقایق و چند ساعتی از امو لذت گذرنده ایمانشان را از دست ندهند، اسلامشان را از دست ندهند، در کفر واقع نشوند. باید که مسلمان در رابطه با دینش شجاع باشد، غیرتمند باشد، در رابطه با دینش باید که ناموس داشته باشد، با غیرت باشد و اجازت ندهد به خود و به او کسانی که در زیر او هستند و در زیر راهنمای او هستند آنها چنین محفل ها را جشن بگیرند. حتی به پدر و مادر لازم است که در همچین روزها به فرزندهای خود تعلیم بدهند عقیده الولا و البرا را عملا، که انمیج از عقیده الولا و البرا، که باید براءت بکنی از کسانی که را جشن میگیرند، از کسانی که همین محفل تشکیل میکنند و کسانی که اونها را یاردن میکنند، باید از اونها دوری بکنی و باید که برای فرزندها رسانده بشود و تعلیم داده بشود اینکه این عیدهای ما نیست. ما مسلمان ها فقط تنها دو عید داریم، عید قربان و عید رمضان. اینها عیدهای کفار هستند، اینها عیدهای مشرکین هستند، اینها عیدهای کسانی هستند که آنها قائل به سه اله هستند، عقیده تثلیث دارند. باید که برای فرزندها تعلیم داده بشود، گفته بشود که این عیدهای این عید سال نو، جشن سال نو، جشن همین کریسمس، جشنی هست که کسانی هستند که معتقد به این هستند که سه اله وجود دارد، در حالی که ما مسلمانان میگیم الهی واحد است، یک اله است. اما اونها چون اعتقاد دارن و الله عز و جل در رابطه با اونها گفته است که لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. الله عز و جل فرمودن اینکه به تحقیق کافر شدن کسانی گفتن که الله همون مسیح فرزند مریم است. الله عز و جل گویندگان امین سخن را الله عز و جل تکفیر کردن و الله عز و جل اونها را کافر گفتن و فرمود که انتهوا از این کارتان باز بایستید، برای شما بهتر است. از این خاطر برای فرزندها باید که چنین تعلیمات داده بشود تا اینکه در چنین جشنها شرکت نکنند و شرکت نکردنشان بر اساس علم باشد و بفهمند که برای چی است و تا اینکه ایمانهاشون حمایت و حفظ کرده بشوند. بارک الله فیکم.